عجیبترین حیوان روی زمین بدون شک پلاتیپوسه، یه موجود شگفت انگیز که انگار از یک سیاره دیگه اومده. پلاتیپوس ترکیب عجیبی از چند حیوان مختلفه. بدنش شبیه فوک دریاییه، اما سر و نوکش درست مثل یک اردکه و جالب اینجاست که برخلاف دیگر پستاندارها با دندون به دنیا میاد، ولی بعد از یه مدت همه دندوناش میریزه و برای خوردن غذا از صفحات سخت داخل دهنش استفاده میکنه. جالبتر اینکه پلاتیپوس کلاً معده نداره و غذا مستقیم از مری وارد رودش میشه. برای ذخیره انرژی هم از یک روش خاص استفاده میکنه و اون هم اینه که چربی رو توی دمش ذخیره میکنه تا زمانی که غذا پیدا نمیکنه ازش استفاده کنه. اما شاید عجیبترین ویژگیش این باشه که تخم میذاره و به بچه‌ها شیر هم میده، چیزی که توی هیچ پستاندار دیگه‌ای دیده نمیشه. در کل پلاتیپوس یکی از اون موجوداته که انگار از ترکیب چند حیوان مختلف به وجود اومده، اما دقیقاً همین ویژگی هاست که اون رو به یکی از شگفت انگیزترین موجودات روی زمین تبدیل کرده. اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید.